هر کشوری تو دنیا قانون و مقررات خودش رو داره که باید رعایت بشه، اما عجیب‌ترین قوانین در کره شمالی به نظر میرسه. تو این ویدیو به 10 تا از عجیب‌ترین قوانین کره شمالی اشاره میکنیم. مورد شماره 10، مدل مو رو فقط دولت برای مردم مشخص میکنه. دخالت در انتخاب مدل مو از سال 2013 شروع شد و ادامه پیدا کرد. زنان حق انتخاب 18 مدل مو و آقایان 10 مدل مو دارند. حتی زنان متأهل موهاشون باید خیلی کوتاه باشه و مجردها به نسبت میتونن موی بلندتری داشته باشن. مورد شماره 9، خندیدن در روز سالگرد مرگ کیم ایل سون، پدر بزرگ رئیس جمهوری کشور کره شمالی هم ممنوعه. شخصی که در سال 1994 فوت شد و اون روز رو اعضای عمومی اعلام کردن. در 8 جولای لبخند زدن و بلند خندیدن هم ممنوعه. حتی در روز فوت پدر کیم جونگ اون اگر شخصی به اندازه کافی غمگین نبود به اردوگاه کار فرستاده شده. مورد شماره 8، کنترل کردن رسانه ها. در کره شمالی از رسانه بین‌المللی نمیتونی استفاده کنی و دولت به شدت برنامه ها رو کنترل میکنه. فقط 4 شبکه تلویزیون پخش میشه. تلویزیون مرکزی کره شمالی فقط اخبار کشورش رو پخش میکنه و خود دولت همه اخبار رو تهیه و آماده میکنه. قبل از اینکه مورد بعدی رو بهت معرفی کنم، لطفاً این ویدیو رو لایک کن. مورد شماره 7، قانون منع دسترسی عمومی به اینترنت. دسترسی به اینترنت در کره شمالی محدود و کنترل شده است. به حدی کنترل میشه که سعی میکنن اطلاعات خارج از کشور به داخل نفوذ نکنه و اطلاعات داخل کشور به بیرون درز نکنه. فقط افرادی که به عنوان اعضای حکومت هستن میتونن به اینترنت دسترسی داشته باشن که باز برای اونها هم با محدودیت اجرا میشه. مورد شماره 6، تعیین شغل توسط دولت. در کره شمالی با توجه به نیاز کشور شغل برای افراد تعیین میشه و کسی که رعایت نکنه به اجبار به اردوگاه کار فرستاده میشه. مورد شماره 5، آیفون و مکبوک در کشور کره شمالی ممنوعه. در هیچ نقطه در این کشور هیچ یک از محصولات اپل پیدا نمیشه و استفاده از این برند ممنوع جرم شناخته میشه. اگه تا اینجا از ویدیو خوشتون اومده، قطعاً آخرین مورد شما رو شگفت زده خواهد کرد. پس تا انتها این ویدیو رو ببین. مورد شماره 4، اعدام برای شخصی که از کشور فرار کنه. مردم کره شمالی حتی اگر از شرایط زندگیشون هم ناراضی باشن، حق ندارن از کشور خارج بشن، چرا که باید نسبت به کشورشون وفادار بمونن و گناه بزرگی مرتکب میشن. فرار از کشور نه تنها برای این فرد مجازات داره، بلکه نزدیکان و بستگان رو هم در بر میگیره. کره شمالی مرزها رو به شدت کنترل میکنه و مرز بین کره شمالی و کره جنوبی یکی از نظامی ترین مناطق در دنیاست. مورد شماره 3، کشور کره شمالی از نظر آزادی در رتبه آخر قرار داره که در سال 2019 در رتبه یکی مونده به آخر قرار داشت و در سال 2020 به آخرین رتبه رسید. معنیش اینه که کل جهان به جهل بودن مردم کره شمالی باور دارن. مورد شماره 2، اجباری شدن رأی دادن. رأی دادن در هر جای دنیا یک کار اختیاری و شخصیه، اما در کشور کره شمالی بعد از 17 سالگی به اجبار باید در همه رأیگیری ها شرکت کنی و دولت با این کار به همه مردمش تسلط داره. با قانونهای کشور کره شمالی آیا حاضری تو این کشور زندگی کنی؟ نظرتو حتما برام کامنت کن. و مورد شماره 1، یه قانون عجیب دیگه این که به غیر اشخاصی که کار دولتی دارن کسی حق نداره ماشین شخصی داشته باشه، چرا که دولت خیالش راحت باشه که مردم با وسیله شخصی فرار نمی کنن و قانون رو زیر پا نمیذارن. و یه نکته جالب این که در ساعات شلوغی 10 خط آزادراه میتونه در اختیار یک ماشین باشه. تو این ویدیو راجع به عجیب ترین قوانین کره شمالی صحبت کردیم. تو ویدیوهای بعد راجع به خطرناک ترین کشور دنیا میخوایم صحبت کنیم. پس حتما این ویدیو رو ببین.